حالی که مناظره کننده و سخنران و دعوتگر بزرگ اسلامی بر بستر مرگ خوابیده بود و آخرین لحظات زندگی را سپری می کرد، مناظره کننده و سخنران دیگری در مقارنه ادیان آماده ظهور و طلوع در کشور اصلی خود هند شد. پس از اینکه دیدات رحمه الله دار فانی را ودا گفت، ستاره جوان هندی ذاکر نایک در آسمان مناظره و سخنرانی و دعوت الله آغاز به تابیدن کرد و از ابزار رسانه‌ای نوین مانند اینترنت و ماهواره بیشترین استفاده را نمود و حتی از استاد خودش احمد دیدات نیز در این میدان پیشی گرفت. در ماه فوریه سال 2009 میلادی دکتر و دعوتگر بزرگ ذاکر نایک در میان تأثیرگذارترین شخصیت‌های کشور هند قرار گرفت و در لیست بهترین آموزگار معنوی هندوستان که همه لیست آن را غیر مسلمانان تشکیل می‌دادند، وی به عنوان تنها شخصیت مسلمان موفق به کسب رتبه سوم گردید. ذاکر نایک از مشهورترین دعوتگران به اسلام و سنت رسول الله علیه السلام در هند به شمار می آید. آری، وی دکتر و مشهورترین دعوتگر اسلامی ذاکر نایک است. وی در 18 اکتبر سال 1965 میلادی دیده به جهان گشود و موفق به اخذ مدرک پزشکی و جراحی از دانشگاه ولایت مهارشترا گردید. این ولایت در ساحل غربی هند واقع شده. نایک از اوایل سال 1991 شروع به فعالیت پاره وقت در زمینه دعوت اسلامی و مقارنه بین ادیان کرد. وی تا چندین سال به شغل پزشکی خودش ادامه داد، اما در سال 1997 میلادی تصمیم گرفت که خودش را برای دعوت به سوی الله فارغ کند. از این رو زندگی خودش را وقف دعوت اسلامی کرد و به لطف خداوند و سپس تلاش‌های خستگی ناپذیرش در دعوت به سوی دین حق، انسان‌های زیادی از ملت‌های مختلف به دست وی مسلمان شدند. همکنون دعوتگر اسلامی دکتر ذاکر نایک مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی هند است که یک مؤسسه غیر انتفاعی و خیریه مالک کانال ماهواره پیس می باشد. این مؤسسه در شهر بمبئی هند قرار دارد. ذاکر نایک تنها دعوتگر این مؤسسه نیست، بلکه بیش از 10 دعوتگر مجرب دیگر نیز مثل فیض الرحمن ندوی و اثرخان نیز در این مؤسسه فعالیت دارند. همچنین این مؤسسه تیمی از دعوتگران زن امثال نائل نورانی و قدسی رضوانی و غیره را در اختیار دارد. ذاکر نایک همیشه تلاش می‌کرد که جوانان مسلمان را به بازگشت به اسلام و راه صحیح فرا بخواند. همچنین یکی از اهداف وی آگاهی دادن به جوانان مسلمانی است که دچار خودباختگی و بحران هویت شدند. شهرت فراوانی که ذاکر نایک به دست آورده دلایل زیادی دارد و یکی از آنها توانایی وی در ارائه دلایل و مدارک و شواهد از قرآن و سنت و کتاب‌های مقدس مسیحیان، یهودیان، هندوها و بودایی‌ها به چندین زبان مختلف دنیاست. یکی از عادات وی در هنگام سخنرانی یا مناظره این است که مثلا به آیاتی از قرآن با ذکر شماره سوره و شماره آیه از حفظ استشهاد می کند و به همین شیوه به کتاب مقدس دیگر نیز استشهاد می کند. و علاوه بر آن مسافرت‌های زیاد وی به کشورهای مختلف دنیا و مناظره‌هایش در مورد اسلام با متخصصان و کشیشان و راهبان و متخصصان عقاید غیر اسلامی و دادن مجال به عوام مردم برای طرح پرسش‌هایشان بیش از پیش بر شهرت وی افزود. ذاکر نایک اقدام به ارائه صدها سخنرانی در هند و آمریکا و کانادا و بریتانیا و سعودی و بحرین و امارات و قطر و کویت و استرالیا و مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر نمود. اما در مورد خطبه‌های او ده‌ها یا صدها هزار نفر در خطبه‌هایش شرکت می‌کنند، اما بیشتر مردم از طریق نوارهای ویدیویی، CD و یا شبکه‌های اجتماعی خطبه‌هایش را به صورت گسترده دنبال می‌کنند. معمولا سخنرانی‌های او به زبان انگلیسی ضبط می‌شود و در تعطیلات آخر هفته از طریق کانال‌های تلویزیونی در مناطق مسلمان نشین شهر بمبئی هند پخش می‌گردد. در حال حاضر ذاکر نایک به شکلی منظم بر صفحات تلویزیونی و رادیوهای مختلف دنیا برنامه دارد که به او این فرصت را داده تا پیام خود را به بیش از 100 کشور دنیا برساند.
از مشهورترین و بزرگترین مناظره هایی که دکتر زاکر نایک برای دفاع از اسلام در آن شرکت کرد، مناظره ای هست تحت عنوان قرآن و انجیل در پرتو علم. این مناظره میان دکتر زاکر نایک و ویلیام کمپل، دانشمند مسیحی امریکایی و برنده جایزه نوبل، در شهر شیکاگوی ایالات متحده امریکا برگزار گردیده و با پیروزی اسطوره مقارنه ادیان زاکر نایک به پایان رسید. زاکر نایک معتقد است که بر هر مسلمان واجب است تا برداشت‌های غلط در مورد اسلام را از بین ببرند و به ویژه بعد از هجوم 11 سپتامبر برای بد جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان در رسانه‌های غربی به راه افتاد. از این رو نایک اخیراً زندگی خودش را وقف سخنرانی و تالیف در مورد اسلام و مقارنه ادیان و رد شبهاتی که در مورد اسلام مطرح می شود کرده است. دکتر زاکر نایک فقط به ایراد سخنرانی بسنده نمی کند، بلکه کتاب‌هایی را نیز به رشته تحریر درآورده که از آن جمله می شود به این کتاب‌ها اشاره نمود: پرسش‌های شایع غیر مسلمانان در مورد اسلام، مفهوم الله در ادیان بزرگ، قرآن و علم جدید. اندیشمندان و علمای زیادی تلاش‌های وی در میدان دعوت را ستودند که از مشهورترین آنها استاد ایشان، دعوتگر بزرگ شیخ احمد دیدات رحمه الله است. احمد دیدات دکتر زاکر نایک را این گونه مورد خطاب قرار می‌دهد: فرزندم، کاری که تو در ربع قرن انجام دادی، من 40 سال برای عملی کردن آن تلاش کردم. و بدین ترتیب تاریخ به ما میگوید که هر زمانی دلاورانی جان بر کف دار و ندار خودشان را برای بدوش کشیدن دغدغه دعوت به سوی اسلام و نشر آن در اقصی نقاط جهان فدا می کنند و باعث می شوند که افراد زیادی به این دین برحق و نجات بخش روی بیاورند.